اگه قورباغه ای رو در آب جوش بندازیم فوراً میپره بیرون. اون میدونه که در خطره و جونشو نجات میده. معلومه چیکار میکنی؟ میخوای منو بکشی؟ اما اگه اونو توی آب گرم قرار بدی و کم کم حرارت رو زیاد کنی، آخیش آب گرم و یکم حرارت بیشتر، اوف کی سونا رو روشن کرد؟ یکم گرمای بیشتر، این بابا میخواد منو از بین ببره. قورباغه میمیره. نه به خاطر اینکه نمیتونست بیرون بپره، به خاطر اینکه به موقع متوجه نشد. این یه درس زندگیه. رویای موفقیت برای اکثر آدم‌ها به واقعیت تبدیل نمیشه. نه به خاطر اینکه باهوش یا توانمند نیستن. اونا شکست میخورن چون دیر میفهمن توی آب داغ هستن. مثل قورباغه ها فکر میکنن هنوز وقت هست و فعلا باید خوش بگذرونیم تا وقتی که دیر میشه و رویاهاشون میمیره. کسایی که از دیگ بیرون میان اونایی هستن که آینده رو میسازن. اونا میفهمن که نباید فریب ترس و ماتریکس رو بخورن. قبل از اینکه دیر بشه بپر.